سیدعلی مامور شاعری شناخته تاجیک روز 24 ایول در سن 77 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. شاعر 2 هفته آخر از مریضی کرونا ویروس رنج می‌برد. خبر مرگ او را روزنامه‌نگار اسماعیل ظریفی در صفحه فیسبوکی خود نشر کرد. ظریفی عکس مشترک شاعری محروم با فرزند غره مرگ او را نشر کردن نوشت که این خانواده همکنون پراکنده شد. سیدعلی مامور هنوز ماهی گذشته همسر و آخرین فرزند خود را از دست داد. پیوندان او بیماری کرونا ویروس بودند. پسر سیدعلی مامور همگی 43 سال داشت و پس از 6 روزی درگذشت مادرش جان باخت. سیدعلی مامور یکی از شاعران معروف معاصر تاجیک، شاعری خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام رودکی بود. شاعر از زندگی یک جای با همسر محرومش 3 پسر داشت که 2 نفر آنها جوان مرگ شده. فرزندی آخرین و یگانه او بود. فرزند مامور چند سال اخیر در شرکت بابیلون موبایل به حیث دیرکتور فعالیت میکرد. او 20 روز بعد یعنی سنه 22 ایولی سال روان 43 ساله میشد. نامبرده عائله‌دار و صاحب 2 فرزند، 1 پسر و 1 دختر بود. سیدعلی مامور زاده دهه یکباغ استروشن سال 1944 به دنیا آمده است. ختم کرده فاکولته تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان است. سالهای آخر مدیر شورای نظمی اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود.